چیزی که من میخوام در موردش صحبت کنم یک مفهومی به اسم دیسیژن کرو آنالیز هستش که خودم این چند وقته باش سرکله زده بودم. گفتم که برای بچه‌ها مطرحش کنم تا اینکه یه خورده بیشتر هممون در موردش بدونیم. خب کلا حالا فقط من یه دیسکلیمری اولش بدم. یه یودن ایندکسی بنیامین الان گفت در مورد یه ایندکس به اسم یودن ایندکس صحبت کرد. من فقط در این حد توضیح بدم الان که اون با این چیزی که من الان میخوام بگم ارتباطی نداره. یعنی مثلا شاید در یک لایه دوم سومی مثلا ما بتونیم یه جورایی این دوتا رو به هم ارتباط بدیم، ولی الان من یه چیز دیگه‌ای دارم صحبت میکنم. یودن ایندکس یه چیز دیگه است که اونم خاصیت‌های خودشو داره، این هم خاصیت‌های خودشو داره و استفاده‌های خودشو داره. اینو احساس کردم باید اول ارائه‌ام بگم. حالا بریم توی خود ارائه. خب حالا چیزی که هستش مثل در واقع کاری که بنیامین جان کردن خیلی انجام میشه. یعنی من خودم هم خیلی انجام دادم، همه ماها احتمالاً تقریبا یا ایدهشو داریم یا یه همچین پروژه‌ای رو انجام دادیم و خواستیم که یه چیزی رو پردیکت کنیم در ساده ترین حالت ممکن. اسمش اینه که می‌خواستیم یه چیزی رو پردیکت بکنیم و خب در نهایت توی قسمت ریزالتمون ما اومدیم و میایم معمولاً از متریکس های مختلفی استفاده میکنیم برای اینکه ببینیم خب اوکی پاور این در واقع الگوریتم و این مدل، بذارید کلی تر بگم، مدلی که ما ارائه کردیم چقدر هستش. خب خیلیاش به صورت کلاسیکال ما از اکیورسی مثلا استفاده میکنیم، خیلی ساده ترین و شاید معمول ترینش اکیورسی باشه، RC AUC، پرسیژن ریکال کرو ها، کالیبریشن کرو ها، F1 اسکور، خیلی خیلی چیزای دیگه هستن که اصلا شاید اینجا جا نشه اگه بخوایم همش رو در نظر بگیریم. ولی در نهایت اینها چیزهایی هستن که ما به طور معمول استفاده میکنیم برای اینکه توی مقاله‌مون بگیم که آقا این چیزی که ما درست کردیم نسبت به این مدل قبلی عملکردش اینطوریه، بهتره، بدتره، نسبت به لیتریچر حاضر عملکرد ضعیف‌تری داره یا قوی‌تری داره. پس اینا چیزاییه که به طور معمول ما تا الان هم داشتیم. اما یک سری از این متریک ها برای اون کلینیسیان، برای اون دکتر، برای اون پزشک، برای اون افرادی که به طور کلی توی سیستم در واقع سلامت دارن کار میکنن و تصمیم گیری میکنن، بعضی از جاها حالا میتونه اون پزشک باشه، میتونه اون نرسی باشه که میخواد ببینه که آیا این اینترونشن رو انجام بده یا نه، میتونه اون مسئول بهداشتی باشه که میخواد ببینه که این توصیه رو به اون جامعه هدف خودش بکنه یا نه. چیزی که در واقع نمودارهایی که شاید برای اونا بیشتر میک سنس بکنه، یه سری نمودارهای مشخصی هستند. یعنی من طبق تجربه خودم و طبق حالا اون چیزی که توی لیتریچر هست، مثلا نمودار کاپلن مایر واقعا نموداریه که یک کلینیسیان تا نگاش میکنه میفهمه که داره چی میبینه. یعنی میفهمه که آقا آیا این به دردش میخوره. حالا من نمیدونم چقدر در مورد این بیشتر توی در واقع سروایوال پردیکشن ها به کار میاد، اما کلینیسیان ها خیلی سریع این رو میفهمن طبق تجربه من. یکی دیگه از این در واقع متریک ها یا آنالیز ها میتونه در واقع دیسیژن کرو آنالیز باشه که میخوایم امروز در موردش صحبت کنیم. این رو هم چیزی هستش که به کلینیسیان ها خیلی نزدیک تره. یک کلینیسیان خیلی راحت تر میتونه بفهمه و باهاش تصمیم گیری انجام بده. چجور میشه در مورد این یاد گرفت؟ من اول یه توضیح کوچیکی بدم. خب خودم موقعی که یکی از اساتیدم گفتش که برو دنبال این بخون در موردش که توی مقالت بیاری، خب گفتم اوکی دیگه، الان میرم 2 دقیقه میزنیم تو اینترنت، 2 تا ویدیو یوتیوب میاد و اینا، بعد یاد میگیریم. رفتم خب من اولین جایی که میرم معمولا یوتیوبه. رفتم تو یوتیوب هی سرچ کردن، یعنی معمولا آپشن 2 رو شروع میکنم سرچ کردن و گشتن. دیدم که یه یوتیوبری به اسم ساینا، نمیدونم چی هندی، کلی حالا ویدیو داره و اینا. بعد شروع کردم ویدیو رو باز کردم، دیدم هیچی نمیفهمم، اصلا خیلی بد توضیح میده و مثلا اینطوری که لپتاپ میذاره بعد وسطش میره مثلا یه دفعه غذا درست میکنه، بعد برمیگرده میاد دوباره شروع میکنه به ادامه دادن توضیحاتش.
خلاصه خیلی اعصابم خورد شد. بعد از آپشن بعدی اینه که بری مقاله بخونی، یعنی مقاله‌ای که میگم لیترالی مقاله، یعنی اینکه نه اینکه مثلا فرض کنید مثلا توی مدیوم مثلا یه آرتیکلی رو من میخوندم، قشنگ باید بری مثلا این چیزی که توی ژورنالی چاپ شده رو بشینی بخونی به عنوان اگزمپل که در واقع بفهمی. خب خیلی برای من سخت بود، برای من این کارا واقعا خیلی سخت تره. حالا به هر حال با اینا تصمیم گرفتم که بالاخره یه چیزایی جمع جور بکنم و هم خودم یاد بگیرم، هم بتونم انقدری جمع آوری بکنم که به شماها یاد بدم. بعد گفتم که خب اینطوری شاید یه حالا ویدیوش هم بعداً بشه، یه استفاده ازش بشه و یه ارزشی داشته باشه حداقل. بریم این رو فقط به عنوان یه اینتروی گفتم به نسبت به داستانم. حالا DCA چیه؟ DCA در واقع یک مفهومیه که خیلی هم جدیده به نسبت حالا مطالب علمی. معمولا چیزی که 2006 منتشر شده باشه به نظر من به نسبت خیلی جدید میاد. اندرو ویکرز، آقای اندرو ویکرز و همکارانش یه همچین مطلب، البته بیشتر نسبتش میدم به آقای خود ویکرز، این مفهوم رو ارائه کردن توی مقاله‌ای و یه تعریف ساده اگر ازش بخوام بهتون بگم، یه متد استاتیستیکاله که برای used to evaluate and compare، یعنی برای در واقع اسس کردن، اندازه‌گیری و مقایسه مدل‌های predictive، مدل‌هایی که پیش بینی می‌کنن based on their clinical utility، یعنی بیشتر از این جنبه داره اینها رو با هم دیگه مقایسه میکنه که کارکرد و استفاده کلینیکالشون، اون چیزی که بالاخره در پرکتیس ما داریم از اینها استفاده میکنیم، با هم چه فرقی داره. یعنی آیا یک مدلی بهتره توی پرکتیس من ازش استفاده کنم یا یک مدلی بدتره؟ ما توی حالت عادی اکورسی فقط یک چیزی روی کاغذه، یعنی میگی این 60%، میگی 50%، اما هنوز من پزشک اعتماد نمی‌کنم به اینکه این 60% یا حتی آروسیکر این 60% قرار عملکرد بهتری توی کلینیک برای من نسبت به 50%، نسبت به 30% داشته باشه. بنابراین ما میایم وابسته میشیم به یه سری از متریک‌های دیگه مثل مثلا همین DCA، برای اینکه ببینیم که آقا به اون پزشک بگیم که آقا تو کلینیک هم استفاده کن، این واقعا به کار تو میاد. حالا چطوری من چطوری من این در واقع DCA رو میخوام توضیح بدم؟ خب خیلی خیلی سخت بود برای خودم، فهمیدنش خیلی سخت بود. بنابراین فکر کردم که شاید با یه مثال جلو بریم و وارد اون پیچیدگی‌های ریاضی و آماری و اینا نشیم، خیلی بهتر باشه. احساس میکنم شاید اکثر ما حالا یا بالاخره پزشک هستیم یا از حوزه سلامت هستیم یا تجربه های مشابه داریم و بنابراین بهتر میتونیم در این مورد صحبت کنیم، چون کارکردهای دیگه هم داره DCA، مثلا توی در واقع فایننس هم مثل این که ازش استفاده میشه. در مورد میخوایم مثال رو در مورد یک چیزی به اسم پروستات کنسر صحبت کنیم. پروستات کنسر دیگه خیلی هم معروفه، یه سرطانیه که در مردها اتفاق میفته، سرطانیه که به نسبت تشخیص زود هنگامش خیلی کمک کننده میتونه باشه. درمانهای زیادی وجود داره، پروتکل‌های خیلی زیادی وجود داره برای درمانش و اینکه بشر تا به حال خیلی خوب تونسته که این کنسر رو نسبت به بعضی از کنسرهای بدخیم‌تر کنترل بکنه. چه اتفاقی میفته؟ یکی که پروستات کنسر، یعنی اصلا چی میشه که برای یکی ما تشخیص پروستات کنسر میذاریم؟ یکی میاد با یه سری سیمتوم هایی توی مطب، میگه من سوزش ادرار دارم، میگه که من اختیاری ادراری دارم، دل درد دارم. ما شک میکنیم، سنش هم که خب میبینیم و اینا، میبینیم مثلا یه آدم 70 ساله است، یه مرد 70 ساله است اومده با این علائم، میگیم که خب اولین کاری که میکنیم، حالا بچه‌ها من اینو دارم که توضیح میدم، باز دوباره یه نکته‌ای بگم، یه پینوشتی، این که پروتکل‌ها خیلی عوض شدن. من یه پروتکل ساده رو انتخاب کردم، یعنی الان دیگه واقعا پروستات کنسر رو اصلا این پروتکل و این گایدلاین نیست، خیلی کارهای متنوع و بیشتری انجام میدن برای اینکه تصمیم بگیرن که این رو درمان بکنن، چه درمانی بکنن و اینا خیلی پیچیده تره. الان یه چیز ساده رو دارم بهتون میگم. میاد توی مطب و ما میگیم که خب PSA بده. آزمایش PSA یا آزمایشیه که برای در واقع تشخیص این که طرف، یعنی یک درصدی، یک تستیه که جزء تست های تشخیصیه که در واقع برای پروستات کنسر ما انجام میدیم.
مرحله بعد همونطور که از این بغل میبینید میگیم بهش که PSA بده. حالا با این DRE کاری نداشته باشیم، PSA میگیم بهش بده. PSAش نرماله، هیچ کاری باش نداریم دیگه، تمومه. یعنی از نظر ما این فرد دیگه کنسر نداره. اما وقتی که PSA بالا رفته، یعنی PSA از اون رنج نرمالی که ما انتظار داریم بالاتر رفته، جواب آزمایش رو گرفتیم می‌بینیم بالاتره، اینجا در واقع ریفرش میدیم به اینکه بایوپسی انجام بده. یعنی میفرستیمش برای اینکه بایوپسی انجام بده، نمونه برداری انجام بده، که خب نمونه برداری در نهایت میگه که آقا کنسر داره یا نداره، که گلد استاندارد ما. اگر داشت که درمان شروع میکنیم، نداشتم که هیچی، به سلامت. ممکنه مثلا بخوایم چکاپ‌های مجدد برای ایشون فقط انجام بدیم. حالا PSA فرض کنید بالا رفته، اما این PSA بالا رفته کی باعث میشه که این پزشک خب پیش خودش فکر میکنه، میگه که این PSA بالا رفته، اما چقدر من تو چه احتمالی در واقع باید در ذهن خودم داشته باشم که بگم که این فرد در واقع برای من یعنی از مرحله PSA raised وقتی که بخواد به مرحله بایوپسی وارد بشه، پزشک اینجا یک تفکری داره، یک ترشهولدی داره، یک آستانه‌ای داره برای انجام این کار. میگه 40%، فرض کنیم 40%، یا فرض کنیم کمتره 10%. میگه که من 10%، اگر 10% بدونم که این احتمال وجود داره، مریضمو میگیرم میفرستم برای بایوپسی. یعنی چی؟ یعنی اینکه بخوایم کلینیکالی بررسیش بکنیم، یعنی این فرد از اینکه 10% ترشهولد پایینیه دیگه، قبول داری؟ این فرد از اینکه این فرد از زیر دستش در بره، یعنی یک فرد که کنسر پروستات داره از زیر دستش در بره، خیلی در ذهنش این دکتر خطرناکتر از اینه که الکی بفرستتش بایوپسی انجام بده. میدونید؟ فرض کنید حالا این عدد برعکسه، یعنی 90%. یعنی این فرد باید توی ذهن پزشک یک ترشهولد 90% وجود داره، یعنی باید 90% مطمئن بشه که اون فرد در واقع به بایوپسی نیاز داره تا بفرستتش بایوپسی. بنابراین این سناریو به چه صورته؟ یعنی اینجا پزشک اونقدر نسبت به دفعه قبل محافظه کارانه تر عمل نمیکنه، میگه که آقا اگر تا 90% من مطمئن بودم، حالا میفرستمش برای بایوپسی. خب چون بایوپسی خیلی کار اینویزیویه و خیلی در واقع بهش به این فرد آسیب وارد میکنه. خب یه شکلی از بایوپسی من اینجا براتون گذاشتم، میبینید یه نیدلی داره و با نیدل نمونه برداری میکنن. به هر حال بایوپسی کردن توی همه کنسرها یک کار اینویزیوی هست. خب بنابراین این عدده، این خیلی مهمه که در مورد این عدده بیشتر صحبت کنیم. این 40%، این 40% یک عددیه که در ذهن پزشک هست نسبت به اون چیزی که داره میبینه، نسبت به اون سرطانی که داره میبینه. اینکه آیا اون سرطان کشنده هست، داره از یه اسکیلی بین 0 تا 100 داره انتخاب میکنه. اگر سرطان کشنده تر باشه، میارتش پایین تر، ترجیح میده هیچ چیزی رو این وسط از دست نده. یعنی فالس پازیتیو هایی که میرن بایوپسی انجام میدن براش اهمیتی نداره، میگه باشه من 10 نفر رو فرستادم الکی بایوپسی انجام دادن، اما اون یه نفری که برام مهم بوده که مثبت باشه رو کچ کردم، گرفتمش و این رو پیش خودم دارم. بنابراین اشکالی نداره اگه 10%. یه وقت نه، یه سرطانی خوشخیمتره، ممکنه انقدر خطرناک نباشه، میگه که باشه من حالا 90%، یا اصلا یه بیماری خوشخیمتره، فرض کنید مثلا یک مشکل پوستیه، میگه که باشه من حالا 90% میذارم اینو، اشکال نداره. اگه قرار باشه بایوپسی انجام بگیره، خب خیلی به این آسیب وارد میشه، پوستش خراب میشه، یک شکل بدی پیدا میکنه، اما من اون رو میذارم 90%. بنابراین این 40% یک ترشهولدیه که من میخوام جدا کنیم اول این رو از تمام بحثا. یعنی این یک متغیریه که در ذهن پزشکه، یعنی اصلا به کتاب و دفتر و آدم و پیشنت و اینا هیچ ربطی نداره. یک عددیه، یک متغیریه در ذهن پزشک به اسم 40% برای این بیماری، برای پروستات کنسر، اینکه بایوپسی انجام بدهم یا ندهم 40% پروبابیلیتی ترشهولدش 40%. حالا فرض کنید ما تا الان PSA رو داشتیم، من یه تایم رو چک بکنم. خب چیزی که معلومه این که من زمانم تموم شده، یه 5 دقیقه اضافه تر فکر میکنم بتونم بحث رو جمع بکنم.
تا الان یه تستی داشتیم به اسم PSA. حالا فرض کنید ما میایم یه تستی درست میکنیم. من دارم میگم تست، ولی شما تو ذهنتون بذارید مدل. یعنی این میتونه مدل باشه دیگه. خب یه مدلیه که داره یه چیزی رو پردیکت میکنه. یه تستی درست میکنیم به اسم تست تی. خیلی تست خوبیه. مثلا فرض کنید از خون میگیریم، این تست خوبه. توی مقالات هم کلی مقاله در موردش دادیم، توی مقالات هم اثبات کردیم که این اکورسیش خیلی بیشتره، اکورسیش بیشتره، آروسی کروش بیشتره، همه چیز، همه اسکورایی که شما تصور بکنید بالاتر نسبت به PSA، یعنی در مقایسه با اون خیلی بهتره. اما اینجا باز دوباره اون دکتره تو ذهنش سوال ایجاد میشه، همون چیزی که اون اول گفتم، آیا من از اون تی تست اکورسی که 90% الان داره بهم اکورسی میده استفاده بکنم، یا اون PSA قدیمی خودم که 70% اکورسی داشت استفاده بکنم؟ خب این تو ذهنش ایجاد میشه کلینیسیان. جواب این کجاست؟ جواب این دقیقاً تو DCA که یعنی چیزی که کلینیسیان میتونه باهاش تصمیم بگیره همین DCA. ببینید توی همین نموداری که من الان اینجا کشیدم، حالا کاری نداریم با این لاینای دیگه، لاینای قهوه‌ای، لاینای خاکستری رنگی که اینجا هستن کاری نداریم. چیزی که ما الان بیشتر در موردش میخوایم صحبت بکنیم PSA و تی تست هستش. کاری هم نداریم این نمودارها چطوری کشیده شدن، از کجا اومدن، به چه صورته. ما میگیم که ما به این دو طرف کار داریم. توی وای اکسیسمون نت بنفیت داریم. نت بنفیت یعنی چی؟ قبل از اینکه اصلا بریم جلوتر من در مورد نت بنفیت صحبت کنم. نت بنفیت یعنی اینکه سود خالص، خیلی خیلی یعنی ترجمه تحت لفظش هم خیلی میک سنس میکنه. سود خالص یعنی اینکه اگر بخوایم بازش بکنیم، اگر بخوایم این سود خالص رو باز بکنیم، ببینید شما برای همون تست بایوپسیتون قراره که در واقع 40 تا، وقتی که مثلا اون ترشهولدتون رو میذارید 40%، 10 تا مریض رو بایوپسی بکنید، ولی در 10 تا مریض رو بایوپسی بکنید و مثبت هم باشه و سودم کردید اینجا، ولی در عین حال 20 تا مریض هم شما فالس پازیتیو بوده اومدید بایوپسی کردید، یعنی یک ضرری هم اونجا رسوندید. اگه این ضرر رو از اون سود اولیه کم بکنیم به سود خالص رسیدیم. یعنی اون ضرری که شما به فالس پازیتیو ها زدید، حالا هر چقدر هست، با این سودی که شما از اون ترو پازیتیو ها گرفتید اومدید کلی کنسر رو درمان کردید دیگه، یعنی کلی کنسر رو متوجه شدید، از اون ور یه سری فالس پازیتیو هم داشتید که خب اشتباه درمان کردید، اینا رو از هم کم کنید میشه نت بنفیت. خب یعنی سود خالصی که از این انجام این کار میبرید چقدر هستش. ما دکترمون گفته بود چند درصد؟ گفته بود 40% دیگه، 14 یعنی توی در واقع ترشهولد 14 اگر نگاه بکنید، نت بنفیت ما توی تست تی، برای تست تی من یک نمودار قرمز رنگی کشیدم، برای PSA قدیمیمون یک نمودار آبی کمرنگ. تست تی ما اگر خیلی همینطوری دیگه رو نمودار یه ریاضی خیلی ساده است نگاه کنید، میبینید که نت بنفیت تست تی بالاتر نسبت به نت بنفیت PSA. خب بنابراین یعنی این خیلی ساده شده دیگه، اصلا پزشک کاری نداره به اینکه آقا چی پشت اینه، من کاری ندارم چی پشت اینه، چه چیزی باز شده که این نمودار اینطوری تشکیل بشه. من مقاله رو باز میکنم، میبینم تو مقاله این نمودار رو کشیده، بعد اصلا کاری هم ندارم، این کال فور بایوپسی رو خودش گذاشته، خودش پیش خودش فکر کرده که معمولا پزشکا تو 40%، من اصلا آقا تو 60% تصمیم میگیرم، 60% برای خودم خطکش میذارم، رسم میکنم، میبینم تو 60% هم بهتره، نت بنفیت بیشتری داره. خب باشه، پس من از این به بعد از تست تی استفاده میکنم و مشخصا نسبت به PSA، حالا ممکنه یه چیزی هم بیاد که بالاتر از این هم باشه، اما مشخصا نسبت به PSA عملکرد بهتری داره. این تصمیمیه که یک پزشک میگیره. اما یه توضیح کوچیکم در مورد اون بک‌گراندش بدم، در مورد اینکه اصلا چجوری این محاسبه میشه. این خیلی خیلی هم پیچیده نیست، خیلی هم در واقع معادله ریاضیش خیلی پیچیده نیست. نت بنفیت میشه این.
برسونیم. یه سری هم اینجا فالس نگاتیو، فالس پوزیتیو داریم که داریم الکی درمانشون میکنیم، یعنی داریم یه هارم کوچولویی داریم به اینا میزنیم. این هارم رو اگه از این سود خالص سود کم بکنیم میمونه سود خالص. حالا اینکه اینجا این چرا این وجود داره، این ترشولد وجود داره، هم بازم جای بحث داره که این رو در واقع قدرتش رو به طور در واقع هر استپی یه مقدار قدرت فالس پوزیتیو ها رو بیشتر میکنه. و اینکه این هم در واقع معادله ریاضیشه، چجور میتونیم از این استفاده بکنیم از این داستان، یا اینکه میتونید دستی اصلا انجامش بدید، استپ بای استپ هی بشینید رو ترشولدهای مختلف برای خودتون بکشید رسمش بکنید، خیلی سادهش اینه. یا اینکه میتونید از لایبرری های پایتون و آر استفاده بکنید. مثلا من با استاتکیت در واقع تجربه داشتم، استفاده کردم. دی کیرفز حالا یا دی سی URVES دی کیرفز فکر می‌کنم خونده میشه. این هم توی زبان آر هستش، میتونه بهتون کمک بکنه. اینها ریفرنس ها هم هستن و ممنونم از توجهتون. اگر سوالی هست بفرمایید.